سلام و احترامات خود به کل مردم افغانستان. اگر در داخل هستم خارج هستم کس که به زبان ما میفهمند بله تقدیم میکنم خدا کنه که آرام و آسوده باشند. من نظیر جان این عشق ریختن ما از خاطر کدام زن یا از خاطر کدام مرد نبوده. منگل یکی از بهترین آوازخوانان افغانستان است که چند پیش در یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی افغانستان با دکلمه شعر پرعاطفه پشتو اشک ریخت. خیلی از مردم افغانستان ریختن اشک این هنرمند محبوب را با رابطه زناشویی قبلی او با بانو نغمه نسبت داده و در صفحات اجتماعی به خانم نغمه حمله نموده و او را دشنام داده و ناسزا گفتند. چند پیش بانو نغمه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی بین المللی زن جهت اجرای کنسرت به واشنگتن دی سی آمده بود. مصاحبه اختصاصی با بانو نغمه داشتم و در این مورد نیز با هم گفتگو کردیم. او از مردمش خیلی گله‌مند بود که چرا او را باعث این اشک آقای منگل می دانند. اکنون در پی این اتهامات مصاحبه تلفنی با جناب منگل انجام دادم تا حقیقت را از زبان خودش شنیده و با شما خوبان نیز آن را قسمت کنم. آقای منگل این اتهام را به نغمه کاملا رد می کند و می گوید اگر مردم مفهوم شعر را که من قبل از اشک ریختنم گفتم را می فهمیدن هرگز این گونه قضاوت نمی کردن. اشک ریختاندن آخرتان و شعر بسیار عاطفی را که در یکی از تلویزیون‌های پربیننده به قرائت گرفتین و در جریان از احساساتتان جریه‌دار ساخت، دلیلش چی بود استاد؟